بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضو را به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان دل، امروز هم که باشد بحر شما در بیان برادری در اسلام چه حکم دارد، از دیدگاه اسلام برای مسلمان هایی که از هر ملت هستند چی میفرماید جناب پیامبر، به علم ناکافی خود به سمع شما میرسانم. از همه شما خواهش میکنم عزیزان دل، هر صحبتی که ما میکنیم با دقت گوش کنید و در جامعه مسلمان ها اگر این را روانه کنید. هر یک برادری که اگر اصلاح شود، این یک نعمت بزرگی هست. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در این بابت چی زیبا میفرماید. راوی ابو هریره رضی الله عنه است، میفرماید از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم: ان الله لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولا الى اولادکم بل ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. ابو هریره رضی الله عنه از جناب پیامبر حدیث را بیان میکند که حضرت به اصحاب خود چنین نصیحت کرد: خداوند متعال به بدنهای شما نظر نمیکند، مقصد شما سفید پوست هستین یا سیاه پوست هستین، و به بدنهای شما هم نظر نمیکند که شما خراب هستین یا بزبله هستین یا از قوم از یگان ملت هستین. بل ینظر ولا الی اولادکم، ای اولاداتون هم نظر نمیکنه که ای کدام اولاد هستی، تاجیک هستی، ازبک هستی، قرغیز هستی، اوروس هستی. از این گونه چیزا پروردگار نظر نمیکند، بلکه الی قلوبکم و اعمالکم. بلکه رسول الله چی میگوید؟ میگوید الله نظر میکنه به دلهای شما و به عملهای شما. مادامی که این گونه باشد، در اطراف همین حدیث میخواهم و سمع شما اندک صحبت داشته باشم. امروز جامعه اسلام را یک پراکندگی فرا گرفته است که امت اسلام همدیگر را تفریقه میکنن، همدیگر را جدا میکنن، همدیگر را از همدیگر بالا میدونن. حالا اینکه الله متعال قرآن کلام پروردگار کتاب راهنما برای مسلمان است، الله متعال هم چیز زیبا میفرماید در این ضمن: استعیذ بالله ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما نزد پروردگار بزرگوار، نزد الله مهربان، این با تقواترین شما هست. کسی که بسیار از پروردگار میترزه، از حرام کرده الله دور باشه. نگاه که خداوند متعال در اینجا نگفت که مثلا ازبک بهتره یا تاجیک بهتره یا دیگر قوم و قبیله بهتره، بلکه چی گفت الله متعال؟ بلکه بهترین شما کدامی هست؟ الله که از پروردگار خود چکار میکنه؟ میترسه. به همین خاطر عزیزان دل، امروزه یک بلایی که در جامعه اسلام است، این ملتگرایی است. در بسیاری جا میبینیم برادران تاجیک علل خصوص همدیگر چه غرمی از کلابی و یا دوشنبگی از کلابی و دیگر وحدتی و دیگر غیر پراکندگی میکنن. این نشونه فاسقی منافقی برادران. مسلمانی واقعی باید ملتگرایی نداشته باشه. هر کسی که لا اله الا الله میگه، محمد رسول الله میگه، به قبله ما نماز میخونه، قرآن ما را قبول داره، او چه اوروز باشد، ازبک باشد، از هر قوم و قبیله که باشد، او الحمدلله برادر ما است، مسلمان است. او را باید هیچ محل پس زدن در کار نیست. آبروی او برای ما حرام است ریزوندنش، خون او برای ما چیه؟ حرام است ریزوندنش. چگونه که محمد اقبال هم چی زیبا میفرماید: نه افغانی و نه ترک و تتاریم، چمنزار از یک شاخ ساریم. تمیز رنگ بو بر ما حرام است، که ما ناپرده یک نودنی حالیم. ما از یک حضرت آدم ایمام و حوا مادرمون چکو کیم؟ همه مو پیداش دگیم. برای مسلمان حرام است که یک برادر مسلمان چکو کنه؟ نام بگیره یا ملتگرایی کنه. علل خصوص هر کسی که ما به تمامی مقصد پرگی بیان میکنم که هر برادری که اگر نماز میخونه، روزه هم میگیره، لکن در دل همین کینه و عداوت نسبت یک برادرش داره، چی کلابی باشه، چی غرمی باشه، چی مقصد
فیض‌آبادیش باشد، چی مقصد ای پامیری، چی ازبکش باشد، چی چچن، چی اوروس، از هر قبیله یک وقت کینه و عداوت داشته باشی، برادر من با تمام مسئولیت میگم که در ایمان تو خلل است. تو باید ایمان تا تازه کنی. مسلمان باید همیشه محب مسلمان باشه. نگاه که سلمان فارس رضی الله عنه از ایران بود، رفت بر رسول الله چیکار کرد؟ ایمان آورد. لکن ابو لهب ملعون عمک رسول الله بود، بیگانه بود، بیگانه شید. عمک رسول الله بود، بیگانه شید، یعنی اسلام قبول نکرد. لکن سلمان از ایران رفت چیکار کرد؟ اسلام قبول کرد. مثال دیگر بلال رضی الله عنه از حبشیستان بود، رفت در مکه چیکار کرد؟ اسلام قبول کرد. به این خاطر مولوی هم چی زیبا میفرماید: اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابوذر می شود. همگی میدونه که اسود عربو سیاه میگن. میگه همین بلال رضی الله عنه سیاه بود. قبایل عرب در جاهلیت عرب تعبشون نمیکشه که قای بلال نشسته اوقات بخورن. لکن وقتی بلال رضی الله عنه که اسلام که آورد، پیامبر همو حضرت بلال آورد چیکار کرد؟ دبر عرباشون. یعنی میگه اسود از توحید احمر میشود. یعنی بلال وقتی که توحید وار یعنی مسلمان کشید، احمر شید. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وار دبر حضرت عمر، دبر حضرت ابوذر شوندش. اسود از توحید احمر میشود، خیش فاروق و ابوذر میشود. وار دبر مسلمانان چیکار کرد؟ گفت این برادر شما است، یم مومن است، برادر شما است. به همین خاطر یک فتنه، یک بلایی که امروز مسلمان ها را تفریقه میکنه، همدیگر را دستگیری نمیکنن، همدیگر را دوست نمیدارن، این ملتگرایی است. به این خاطر برادر ملتگرایی نکنی، همدیگر از برای الله دوست بداره، همدیگر را کمک کنه، همدیگر را در حقش دعای نکنه، غم یک برادر غم خودت بدونه، فکر یک برادر فکر خودت بدونه. علل خصوص کمک کردن میتونه، در دعاتو فراموش نکنه، همدردی یک برادرتون فراموش نکنه که این دنیا را روز از روزها ترک میکنیم، نزد الله و پیامبرش میریم، بعدا در اونجا حسرت میخوریم که در اون وقت دیگه چیکار میکنه؟ دیر میشه. به همین خاطر برادران عزیز هر کجا که باشیم باز بیان میکنم که در اسلام یگام ملتگرایی نیست، فقط راه توحید، هدایت، ایمان، همدیگر از برای الله دوست بداریم. از الله متعال خواهان هستم که این فتنه و این بلای ملتگرایی را از جامعه مسلمان ها دور بگردونه و همه مسلمان های دنیا را پروردگار مهربان به همدیگر محبت، مهربانی و شفقت، دست همدیگر گرفتن الله متعال نصیب روزی بگردونه. آمین.